خب بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که نظام اقتصادی و مالی هم به عقیده یک مسلمان تعلق داره. بنابراین اگر کسی آیات قرآنی را که در راستای اقتصاد هست و در راستای مال هست این را کسی انکار بکنه ای از دایره اسلام خارج میشه. پس در قرآن نظام مالی و نظام اقتصادی هست که این به عقیده ما هم تعلق داشت و هم بر عبادات تعلق داشت. وقتی که من 1 روپیه را مصرف میکنم مطابق حکم الله، در عبادت الله هستم. حتی مثلا وقتی که انسان نفقه میکنه برای فامیل خود، این هم در حقیقت در عبادت الله سبحانه و تعالی. سومین مسئله ارتباط نظام مالی و اقتصادی و اخلاقیات است. مثلا مکارم اخلاقی در معاملات مالی و اقتصادی. حکم اول، تاجران صادق و امانتکار با انبیا حشر میشن. یعنی اگه یک کس تجارت میکنه و این صادق است و راستگو هست و غلطی نمیکنه و مال مردم به غلط نمیخوره، رسول الله صلی الله علیه و آله در این راستا چی میگن؟ امام ترمذی، سنن ترمذی یکی از کتاب‌های سنت است، ما و شما میفهمیم یکی از کتاب‌های معتبر سنت است. امام ترمذی رحمه الله روایت میکنه عن ابی سعید عن النبی صلی الله علیه و سلم قال التاجر الصدوق الامین مع النبیین و الصدیقین و الشهداء. خب این چی میگه؟ میگه که رسول الله صلی الله علیه و فرمود که التاجر الصدوق یعنی تاجری که بسیار راستگو هست. راستگو و ایمان مثلا بسیاری تجارا و دکاندارا رو شما سر کنین، یک تکر میره براتون یک چیز میگه و او از آرا قسم میخوره و غلطی میکنه. راستگو نیست، دروغگو است، فریبت میده. خودش خوب میفهمه که این گپ اگه من میزنم دروغ است. رسول الله صلی الله علیه و میگه که یک تاجری که تجارت میکنه، چی دکاندار باشد، چی پیشی آزاد داشته باشد، چی تجارتش بزرگ باشد، چی تجارتش کوچک باشه، اینال بزنسمن باشه یا هر چیزی باشه یا بزنس وومن باشه، اینال میگه اینمی التاجر الصدوق الامین، این تاجر بسیار صادق و امانتکار که مال کسی را خیانت نمیکنه، این در روز قیامت میگه مع النبیین و الصدیقین و الشهداء، این حشر میشه به همراه پیغمبران. یعنی این تجار به خاطر صداقت و امانت خود به امرای کی؟ به امرای پیغمبران حشر میشه، به امرای صدیقین و شهدا حشر میشه و حدیث صحیح هست. و به می قسم حکم دوم وفا به عهد و عقد. میشه در آیات قرآن میگه که وقتی شما تعهدات اقتصادی داشته باشین، قراردادهای اقتصادی داشته باشین، برای چی کنین؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. هر قرارداد اقتصادی که شما عقد و معامله و پیمان داشتین به او باید وفا بکنین، در او غلطی نکنین. حکم سیم مثلا اگر یک کسی قرض میده، یک کسی دروازه خانه من تک تک میکنه و میگه برای من میگه که من یک مقدار پول ضرورت دارم و قرض نیاز دارم، در حقیقت اینجا الله متعال میگه که شما اگر برای یک کس قرض حسنه میتین، همین مالتان مثل که به الله داده باشین. این قدری ارزش داره. یعنی همین قرضت را الله اول قبض میکنه، باز بر از این شخص دومی که شما میتین. یعنی الله اینقدر راضی میشه از انسانه که در مسائل اجتماعی و در بین زندگی اجتماعی یک کسی که مثلا ضرورت به قرض داره و از او قرض میدن. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. میگه کی هست او انسانی که به الله قرض حسنه بده؟ خب الله ذات غنی هست، به قرض کس نیاز نداره. کل جهان از الله هست، مالک تمام کائنات الله هست. پس الله چطور در آیت قرآن گفته هست که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا؟ میگه قرض حسنه که شما میتین برای یک فقیر، برای یک کسی که ضرورت داره، برای یک کسی از دوستایتان یا اقاربتان، شناخته هایتان یا کسی هست که به قرض نیاز داره، شما برای او قرض میدین، در حقیقت مثل که قرض به الله داده باشین. اینقدر این اجر و پاداش داره. حکم چهارم ایثار در امور مالی و اقتصادی. همین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا در قرآن برای انصاری ها مفلح گفته شدن. انصار کی بودن؟ مثلا یک کسی، یک مسلمان، کسایی که مثلا از دست کفار مکه یک تعداد مسلمان ها مجبور شدن و هجرت کردن، آمدن به مدینه منوره. وقتی به مدینه منوره آمدن، مردم مدینه انصار شدن، اینا را پذیرایی کردن و اونا مهاجر شدن. آل برای از این انصاری ها چی داده شد؟ امروز مثلا یک کسی مهاجر است، مثلا هجرت کرده، مشکلات داده، حتی مردم کتش یک تماس تلفنی هم نمیگیره
و امرایش هیچ کدام ارتباط نمی داشته باشه و هم بی تفاوت از در مقابل از اون و شاید اون مهاجر بیچاره در بسیار سختی ها و مشکلات قرار داده باشه. الله متعال برای انصاری ها چی میگه؟ برای انصاری ها چی میگه؟ میگه شما سعی کنین که انصار مفلحون هستن. چرا مفلحون هستن؟ و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. انصار صفتشان چی بود؟ که اینها ایثار میکردن. ایثار چی هست؟ که مثلا یکی هست که مثلا عدالت است، یکی ایثار است. ایثار عدالتی است که دو نفر مثلا ما و خودت میریم یک جای کار میکنیم، 100 روپیا عاید میکنیم، خودت میگیری 50 خودت میگیری 50 برای من میدی. این عدالت است که خودت کردی. اما ایثار چی میگه؟ که من وقتی که این مال میتم من برای خودت میگم خیر است 60 روپیا تو میگی من 40 روپیا میگیرم، اینی 10 روپیا از حق خود برای شما دادم. این ایثار میگه. اصحاب رسول الله صلی الله که انصار بودن در مدینه منوره بودن و یؤثرون علی انفسهم، اینا ایثار میکردن برای مهاجرین ولو کان بهم خصاصه. از مال خانواده خود چند تا توشک داشت 4 2 تاش برای مهاجر میداد. مثلا 4 تا گوسفند داشت 2 گوسفند خدا میبود برای مهاجر میداد. ایثار میکردید، ایثار میکردن. و من یوق شح نفسی، در حالی که خودشان ولو کان بهم خصاص، اگرچه خودشان ضرورت داشتن لکن با وجود که از اینکه خودش ضرورت داشت این چی میکرد؟ اینجا ایثار میکرد و برای اون مهاجرین کمک میکردن. و من یوق شح نفسی، و هر کسی که خدا وقایه بکنه از اون بخیلی ها. بسیاری وقتا انسان بخیل میباشه، چی مالت برازو کمک میکنی شیطان هزاران وسوسه را میپرده. الله متعال میگه فاولئک هم المفلحون، اینا مفلح هستن، اینا مستحق مدال پیروزی و کامیابی و فلاح هستن. کی؟ انصار. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه در مال خود ایثار میکردن برای مهاجرین. حکم دیگه از چی است؟ مهلت دادن به صاحبان مشکل. یکی از مسائل اخلاقی اقتصادی چی است؟ که اگر از پیش شما یک کس قرض میگیره و برای از اون مثلا برای 6 ماه وقت دادین و او در 6 ماه مثلا واسش نمیرسه که بر شما بده، شما برایش یک 2 ماه 3 ماه دیگه هم فرصت میتن. و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره. اگر امی قرضدار میگه کسی است که مثلا مشکل داده، شما تا زمان که مشکلاتش رفع شوه بر از او فرصت میدین. این چی هست؟ یکی از برای زندگی های اخلاقی هست در نظام اقتصادی مسلمان ها. و ان تصدقوا خیر لکم، اگر دیدین که بسیار فقیر است و بیچاره است و نمیتونه و شما امی قرض برش صدقه دادین، برش بخشیدین، دیگه ای برای شما بهتر است. ان کنتم تعلمون. ببینید و چی مرحله عالی که یک انسان زندگی میکنه. همچنان ترغیب به انفاق مخفی و آشکار. الله متعال میگه شما همین صدقاتتان به شکل مخفی هم بتین و به شکل آشکار هم بتین. به شکل مخفی به خاطر ازی بتین که ریاکاری دونشه و به شکل آشکارا به نیت ازی بتین که دیگرها هم تشویق شون، اونا هم در این راستا کار میکنن. الله متعال میگه ان الذين يتلون کتاب الله. مؤمنین کی از صفات انسانای مؤمنه؟ میگه کسایی هستن که تلاوت میکنن کتاب الله را و اقاموا الصلاه و نماز برپا میکنن و انفقوا مما رزقناهم و انفاق میکنن از آن چی برشان رزق دادیم، سرا و علانیه. سرا به شکل مخفی و علانیتا به شکل آشکارا. حکم هفتم که است تشویق به برنامه‌های خیری است. همیشه الله متعال تشویق میکنه مسلمان ها را که چی هست؟ و یمحق الله الربا و یربی الصدقات. اگر شما سودخوری بکنین الله این نابود میکنه، اما اگر شما صدقه بکنین الله متعال در او برکت میپرته و او را افزایش میده. حکم هشتم تشویق به انفاق برای مسکینان و فقیران. الله متعال میگه و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم و یکفر عنکم من سیئاتکم. اگر شما امی صدقاتان مخفی بسازین اما تو پوشانده و ایره برای فقرا بدین. بعضی کسا هست ریا میکنن، تکبر میکنن، یک خیراتی که میداشته باشه او را سیال بخشی میکنن و یا دو بدعت داخل میکنن یا مثلا میخوایم به مردم خدا نشان میده. الله متعال میگه نه، اینا راستکار نیستن. راستکار کی است؟ که صدقه داشته باشه ایره مخفی میکنه و برای کی میده؟ و تؤتوها الفقراء. ببینن که کی فقیر است، پشت از این نگردین که از اقارب مثلا فلان. ببینن اگر در اقارب فقیر بود بسیار خوب، بیگانه فقیر باشه مسلمان باشه فهو خیر لكم، این بهتر از برای شما. و یکفر عنکم سیئات و یکفر و الله متعال کفاره میکنه
توسط اینمی صدقه شما گناههای شما را، یعنی گناههای شما را میبخشه. موضوع دیگه زشتی های اخلاقی در معاملات مالی و اقتصادی هست. مثلا زشتی فریبکاری. اگر کسی فریبکاری میکنه در مسائل اقتصادی، در تجارت، در خرید، در فروش، الله متعال میگه که یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله از جمله من نیست. من حمل علینا الصلاح فلیس منا. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه کسی که سر ما صلاح میکشه، یعنی یک کسی سر انسانهای موحد و مؤمن و یکتاپرستی که اونا لا اله الا الله محمد رسول الله میگن و در نواقض ایمان داخل نشدن و این به خاطر کتاب الله و سنت الله ایستاده هستن، رسول الله صلی الله علیه و آله کسی که سر ما صلاح حمل میکنه فلیس منا، این از جمله ما نیست، هیچ از امت من نیست. و من غشنا فلیس منا. و رسول الله صلی الله علیه و آله کسی که امرای ما فریبکاری میکنه، امرای ما مسلمان ها فریبکاری چی مانه؟ دکاندار است، تجارت میکنه. مثلا ایده چه وقت رسول الله صلی الله علیه و آله رسول الله صلی الله علیه و آله رفت یک دکان کنترل میکرد، خود رسول الله صلی الله علیه و آله میرفت مارکت های تجارتی رو کنترل میکرد، چون رهبر دولت اسلامی بود. وقتی که میره یک جای سهل میکنه که یک کسی گندم گذاشته، گندم ترد از زیرش از سرش گندم خشک است، وقتی دست خود داخل میکنه که گندم نمناک است. رسول الله میگه من غشنا فلیس منا. کسی که فریبکاری میکنه، یعنی در مسائل اقتصادی و تجارتی و مالی کسایی که فریبکاری میکنن، این از جمله ما نیست، یعنی امت من نیست. متوجه هستین؟ در حکم دوم زشتی قسم خوردن بدون حق در معاملات مالی. بعضی کسا هستن که مثلا در معاملات مالی فوراً زود قسم یاد میکنن. ابی ذر عن النبی صلی الله علیه و سلم، امام مسلم، صحیح مسلم یکی از کتابای معتبر حدیث است. امام مسلم نیشاپوری رحمه الله در این چی میگن؟ روایت میکنن، میگه عن ابی ذر عن النبی صلی الله علیه و سلم انه قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه. 3 نفر است، 3 شخص است، الله در روز قیامت امرایش سخن نمیگه. الله بالای غضبناک است. ولا ينظر الیهم، و نظر رحمت به طرفشان نمیکنه. ولا یزکیهم، اونا را پاک هم نمیکنه. چقدر سخت است. الله امرایت گپ نزنه در روز قیامت، به طرفت نظر نکنه و تو را پاک هم نسازه از او گناه ها و اشتباهاتی که کردی، تو را عفو نکنه. ولهم عذاب علیم. و برای 3 نفر عذاب دردناک است. استغفر الله. یک دفعه این نفر ما نباشیم. قلت ای صحابی میگه، ابو ذر غفاری رضی الله عنه میگه که من هم یا رسول الله، این مردما کی هستن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ فقط خسروا و خابوا. این مردما خسران کردن و هلاک شدن، ناامید شدن از رحمت الله. کی هستن؟ قال المنان. اول انسان منتگزار هست. منتگزار است که اگر یک چیزی برات آورد دیگه منتگزاری میکنه که امی فلانی چیز ما برات نگرفته بودم، چطور شد اون چیزی که برات داده بودم؟ این منتگزاری میکنه. اگر یک خوراک باشه چطور بود؟ مزهش خوب، مزه داد، خوب سر چیز کرد، این منتگزاری و ترا میکنه. اگر برای فقیر یک کمک میکنه، وی همون کمکی که برات کرده بودم، همون پیسه‌ای که برات روان کرده بودم، این یادت هست؟ چطور نه برات کمک میکنم، آل تو صحیح سلام علیکم هم نمیکنیم. این پس یک انسان منتگزاره، الله متعال اجازه را در روز قیامت میده. والمسبل ازاره، یک مردی که همو ازار خدا چی میکنه؟ بسیار دراز میکنه که از بجلک کده پایین بره. این بسیار خطرناک است. این والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، یا مثلا کسی که همو مال خدا با قسم دروغ میفروشه. قسم است که من این کامپیوتر $500 خریدم، در حالی که دروغ میگه او را $3,500 خریده. این صاحب اینی صاحب من نمیره مثلا 300 پوند خریدیم، در حالی که او را 1,500 پوند خریده و با قسم دروغ مال خدا میفروشه، فریب میده مردم. پس اجازه را میبینه. دیگه حکم سوم که است در مسئله بخیلی هست. الله متعال میگه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم بل هو شر لهم. الله متعال میگه که او کسانی که بخیلی میکنن گمان نکنن که این بخیلی برشان در آنچه که الله برشان دادن و حق فقرا و مساکین و محتاجا و در نظر نمیگیره، اینا فکر میکنن که خیر است برشان، بلکه این شر است بخیلی برشان. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه. روز قیامت همون مالهایی که بخیلی کردن در گردنشان مثل طوق واره انداخته میشه. متوجه هستین؟ این خطرناک است که از این خاطر الله متعال میگه ما سلککم فی سقر. وقتی که از دوزخی‌ها در روز قیامت پرسان میشه که شما را چیزی در دوزخ انداخت؟
قالوا لم نکن من المصلین، والا ما میگفتیم مسلمان هستیم نماز نمیخواندیم. پس مسلمانی که نماز نمیخوانه این مسلمان نیست، دوزخی است. چرا کافر میشه در دوزخ میره. ولم نکن نطعم المسکین، نماز هم نمیخواندیم و برای مسکین اطعام هم نمیکردیم. پس این هم سبا چی است؟ برای مشکلات پیدا میشه. از این خاطر حکم اقتصادی چی است؟ الله متعال میگه ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک، دستت مثل کسی که دستش شکسته باشه در گردنت قسمی ننداز. این علامت بخیلی است که دست محکم گرفتی سر فامیل به اندازه تواناییت نفقه نمیکنی، برای فقیر و مسکین هم نمیتی، به هیچ چیز نمیتی. ولا تبسطها کل البسط، بسیار افراط هم نکو که دست بیخی قدر آزاد بانی که یک دفعه در بازار رفتی چیزی که از در بازار کلش بیاری در بین خانه پرتی و نصفش خورده شد و نصفش خراب شد و فتح خودم ملوم محصول باز اونجا ملامت و در حسرت قرار میگیریم. حکم چهارم زشتی منتگذاری هست به فقرا. اگر کسی برای یک فقیر منتگذاری میکنه یک عمل بسیار زشت است. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، شما امو صدقه هایتان را، خیراتی که دادین، صدقه که دادین یا زکات دادین برای کسی، او را ثوابش با منتگذاری و ضرر رساندن برای فقیر شما او را باطل نسازین. چرا بعضی کسا هستن برای کس یک صدقه میده، خب واسه از دنگ دنگ میکنه که چقدر زیاد شدین و چی حالا انداختین دیگه هیچ از شما روز نداریم. این اجرش از بین میره. حکم پنجمی از زشتی ضرر رساندن به فقراء الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، یعنی کسانی که نفقه میکنن مال خود در راه الله، باز در عقب امو مالی که فی سبیل الله مصرف کرد ضرر نمیرسانند و منت گذاری نمیکنن، لهم اجرهم عند ربهم، بر از اینا اجر در آخرت، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوف هم نباید داشته باشن و جگرخونی هم نکنن. حتی میگه قول معروف، یک سخن نیک و مغفرت و بخشش بهتر است از صدقه که من یتبعها اذی، که در عقبش چی باشه؟ ضرر رساندن بر از مسکینا و فقیرا باشن. دیگه زشتی فرمان برداری از مجرمین و تبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه و کانوا مجرمین، اکثرا انسانهای بد و زشت کسایی هستند که از انسانهای مجرمی که اونا مالدار هستن و بسیار بخیل هستن و بر از این وصیت میکنه کشک مال تا مصرف نکنی و به فقیر نته و بلا در پسش چطور است. این بسیار زشت است. حکم هفتم زشتی بی تفاوتی، بیان زشتی بی تفاوتی در قسمت یتیم مسکین، یعنی بسیار زشت است که اگر یک کسی در قسمت یتیم و مسکین بی تفاوت باشه. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه، میگه که کافرها چی است؟ وقتی برشان بگی در راه الله مصرف بکن، باز میگه آیا ما مصرف بکنیم بتیم برای کسی که الله بر از اونا چی است؟ بر از اونا نداده. این ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، این بدبخت انسان کی هست که مثلا یتیم بالاش قار میشه ولا یحض و حتی تشویق نمیکنه به مال یتیم. و زشتی کفران نعمت، و این تعودوا نعمت الله لا تحصوها، اگر شما نعمت های الله را در نظر بگیرین شما این را حساب گرفتن نمیتونین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.